سلام و درود خدمت فالووران گرامی کانال فوکس. امروز اومدم که بهتون آموزش دریافت 100 میلی گرم طلای رایگان از طریق سایت میلی رو آموزش بدم. خیلی زیاد وقتتون رو نمیگیرم و مستقیم میریم سراغ آموزش. شما باید ابتدا از طریق لینکی که داخل کپشن این ویدیو گذاشتم وارد این سایت بشید و در قدم دوم باید شماره موبایل خودتون رو وارد بکنید. بعدش این کد هدیه ویژه‌ای که اینجا براتون نوشتم رو وارد میکنید. توجه داشته باشید که این کد هدیه ویژه نصف اون 100 میلی گرم طلا یعنی 50 میلی گرمش رو به شما هدیه میده. پس حتما این رو درست وارد بکنید و سپس شما باید قوانین رو تایید بکنید و ادامه رو بزنید. بعد زدن این کد فعالسازی میاد، اونو وارد میکنید. البته که من حساب کاربری دارم. بعد از اینکه شما کد فعال سازی رو وارد کردید، وارد یه مرحله میشید که توی اون رمز عبور انتخاب میکنید. توجه داشته باشید که یک رمز عبوری انتخاب کنید که ترکیبی از اعداد، حروف انگلیسی کوچیک و بزرگ باشه. بعد تایید اون یه مرحله جلوتر میرید و احراز هویت میکنید. شما در احراز هویت کد ملی و تاریخ تولد خودتون رو وارد میکنید. شما بعد از احراز هویت وارد یه همچین صفحه‌ای میشید. این پیامی هم که میبینید مربوط به همون کد دعوتیه که بهتون دادم. 50 میلی گرم طلای رایگان داده بهمون. ما برای دریافت جایزه بیشتر باید از طریق لینکی که داخل کپشن گذاشتم وارد این گردونه بشید. گردونه طلای میلی واسه اونایی که تازه ثبت نام کردن. خب ما هم تازه ثبت نام کردیم. میایم یه گزینه پایین تر به چرخون رو میزنیم، باز میشه. شماره موبایل خودمون رو وارد میکنیم. بعدش تایید و دریافت کد رو میزنیم. کدی که بهمون میاد رو وارد میکنیم. ورود رو میزنیم. بعد گزینه به چرخون رو میزنیم. خب الان ما 10 میلی گرم طلا برنده شدیم. این کدش رو کپی میکنیم. حالا شما بعد اینکه اون کد هدیه ویژه رو از گردونه گرفتید باید وارد بخش پروفایل بشید و دریافت هدیه رو بزنید و کد رو اینجا وارد بکنید. حالا من چون خرید اولم نیست، اگه این کد رو وارد بکنم جایزه رو نمیده، ولی قبلا من این جایزه رو قبل از اینکه اولین خرید از میلی رو انجام بدم گرفتم و پیامش رو واسهتون اینجا نمایش میدم. خب من برای کسانی که این ویدیو رو لایک بکنن و زیر همین ویدیو کلمه عالی رو کامنت بکنن یک کد هدیه ویژه براشون میفرستم که این کد هدیه ویژه حدود 40 میلی گرم طلای رایگان دیگه هم بهشون میده و میتونن دریافت بکنن. حالا ما 100 میلی گرم طلای رایگان داریم. چطور این رو برداشت بکنیم؟ ما باید ابتدا وارد گزینه خانه رو بزنیم، فروش رو بزنیم. بعدش اون 100 میلی گرم طلایی که داریم رو میزنیم و تایید و ادامه که اینجا میاد رو میزنیم. حالا من نمیخوام این مقدار رو برداشت بزنم، براتون فقط آموزش میدم. تایید و ادامه رو که زدید باید وارد کیف پول بشید و برداشت از کیف پول رو بزنید. بعد شما سقف مجاز برداشت رو انتخاب میکنید و یه شماره کارتی که به نام خودتون باشه رو وارد میکنید. بعد از اینکه شما دکمه ادامه رو بزنید این مقدار پولی که هست به حساب بانکی شما واریز میشه.
خب من امیدوارم که این ویدیو به درد شما خورده باشه. از شما میخوایم که یک لایک و سابسکرایب برای کانال ما هم انجام بدید تا ما انرژی برای ساخت ویدیوهای دیگر رو از شما بگیریم. خدا نگهدار.